والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله المولانا العظيم. حضار گرامی، مسئولین و منصوبین وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان، مجاهدین بسیار عزتمند، قبل از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجلس امروزی به خاطر رونمایی از یونیفرم جدید منظور شده برای اردوی ملی اسلامی منعقد گردیده است. اردوی ملی اسلامی ما و شما قبلا تا الحال از یونیفرمی که البته از سابق باقی مانده بود از او استفاده میکردند و در روی تغییر این یونیفرم البته مشورت ها صورت گرفته و اخیراً یونیفرمی که اینک امروز به نمایش گذاشته می شود برای ملت مسلمان افغانستان نشان خاص اردوشان معرفی می شود توسط سرقماندان اعلای قوای مسلح امارت اسلامی افغانستان امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله منظور گردیده و اینک به نمایش گذاشته می شود. یک موضوعی را ما باید در ذهنمان همیشه بسپاریم که اساس ترقی و تعالی نظامی در تعهد تزلزل ناپذیر به نظم و انضباط نهفته است. یونیفرم یا لباس خاص که نیروهای نظامی ما او را به تن میکنند چیزی دیگری نیست به جز ای که نشان دهنده نظم و انضباط اردوی اسلامی ماست، نماد هویت و وحدت و عزت و عظمت و دبدبه و شان و شوکت اردوی اسلامی ماست و ای که همه اردوی ما، بخشی از اردوی ما یا بخشهای از نیروهای مسلح ما با لباس خاص، با رنگی از لباس خاص ملبس می شوند و مأمور می شوند که از اون لباس استفاده بکنند و از غیرش نه. این ارزش امو اردوی اسلامی را منعکس میکنه و نمایان میکنه و همچنین در ذهن یک عسکر، افسر یا مسئولی اردوی اسلامی تعهد، وفاداری، صداقت و پاسداری از وطن جایگزین میکند. اصلا لباس ها مهم نیستند، تغییر و تبدیل می شوند. حالا قسمی که ما و شما میبینیم پلیس ما یونیفرمی دیگری دارد، نیروهای استخبارات ما یونیفرمی دیگری دارد، وزارت دفاع ملی ما که امروز اینجا به نمایش گذاشته می شود از 3 نوع یونیفرم که یکی برای قطعات خاص ما، یکی برای نیروهای سرحدی ما، یکی برای عام اردوی ما انتخاب شده. خب اما یک چیز ما باید متوجه باشیم و در ذهنهای خود جای بدهیم که کسایی که در صفوف قوتهای مسلح ما موظف هستند شعار همه مردم مسلمان افغانستان ما یکی است که توسط یکی از شعارهای ما و شما بیان شده: ستا دفاع ترجمان هستیم ای وطن. فقط آنچه که این شعار در عمل پیاده میکنیم
ما نیروهای مسلح امارت اسلامی افغانستان هستیم، آماده هستیم که به خاطر دین مبین اسلام، به خاطر حفاظت از نظام اسلامی من که با قربانی های بی‌دریغی مجاهدین سربکف ما، با خون شهدای ما اون نظام به دست آمده است، به خاطر از او و به خاطر دفاع و امنیت کشورمان فداکاری بکنیم و آماده هر نوع فداکاری هستیم و می باشیم. پس چیزی که در یونیفرم بسیار مهم هست این است که یونیفرم این نشان دهنده همون نظم و انضباط نیروهای نظامی است. ما نیروهای نظامی اگر نظم و انضباط و نظم و دیسپلین امو نظامی را به طور کامل مراعات بکنیم، باز این راه رسیدن به هدف و به موفقیت را برای ما بسیار ساده و آسان و کوتاه می سازد. و اگر احیانا باز نظم و دیسپلین امو نظامی را ما مراعات نکنیم، رسیدن به قله های موفقیت یا به هدف اصلی و اساسی خیلی مشکل میشه. به همین اساس است که روی ازی در چوکات نظامی تأکید می شود و این نشان دهنده تعهد و وفاداری ما به کشورمان هست. وقتی که این یونیفرم ما به تن میکنیم کاملا تعهد میسپاریم که برای دفاع از افغانستان عزیزمان و برای تأمین امنیت در این کشورمان، به خاطر از این که مردم ما یعنی مردم افغانستان ما در آرامش کامل زندگی بکنند. ما به این تعهد میسپاریم که تکالیف، زحمات، مشقتها را ما خود بر عهده میگیریم، بر دوش میگیریم، اما مردم ما نباید در ناامنی زندگی بکنند و اونا در ترس و هراس زندگی بکنند، بلکه آرامش و امنیت کامل اونها داشته باشند. و در جامعه ما نیروهای مسلح ما از عام افراد ما باید متمایز باشند و از عام افراد ما جدا شوند و شناسایی شوند و شناخته شوند که اینها با این یونیفرم، با این نوع لباس کسایی هستند که متعهد به دفاع از افغانستان و متعهد با آوردن امنیت در افغانستان هستند. آنچه که ما را به موفقیت میرساند و ما را برسانیدن به هدف اصلی و اساسی نزدیک میکند و همان وحدت و یک پارچگی ماست که این یونیفرم نمادی از وحدت و یک پارچگی ماست. و آنچه که برای ما درس میده که ما شعارها ما نباید در عمل پیاده بکنیم او چیز است، وحدت و یک پارچگی ماست که ما باید وحدت و یک پارچگی داشته باشیم. آنچه که دشمن هم از آن زیاد هراسان است، وحدت و یک پارچگی ما مسلمان هاست. به همین خاطر همیشه تلاش ها به خرج دادند که میان مسلمان ها اختلافات و تفریقه ها ایجاد بکنند. در افغانستان 45 سال است که مردم افغانستان ما را به عناوین مختلف میکوبند، اما یگانه راهی که در اینجا اونها نفوذ کردگیستند و داخل شدند تا جای یک مدتی تانستند که مردم ما را بکوبند و روی امی توطئه و تبلیغاتی بود که اونها میان مردم ما تفریقه انداختند و به عناوین مختلف مردم ما را علیه یکدیگر درگیر کردند. ببینید شما، روس‌ها بعد از اینکه از افغانستان شکست خوردند خود در وقت یک ابرقدرت فکر میکردند، بر افغانستان حمله کردند، افغانستان اشغال کردند، به غرض اشغال افغانستان اینجا آمدند، با مقاومت سرسختی مردم مسلمان افغانستان اینا روبرو شدند و اخیر مجبور شدند که باید افغانستان ترک بکنند، از افغانستان فرار بکنند. شاید غربی ها در اون وقت خوب اوضاع را تحلیل میکردند و از این متعجب هم شده باشند که کشوری که از هر لحاظ، از لحاظ تجهیزات نظامی، از لحاظ اقتصاد در درجه صفر هستند ولی ابرقدرت شکست میدند، اوضاع را تحلیل کرده باشند. پس دسته های اینجا دراز شد، کار کرد، اختلاف میان
مجاهدین ام وقت آورد. اینا علیه یکدیگر درگیر شدند. قریه به قریه دیگه جنگ میکرد، قماندان به قماندان دیگه جنگ میکرد، قماندان سالاری و توپک سالاری و غیره و غیره. اینجا مدتها مردم ما از همین ناحیه رنج کشیدند و اخیراً خودشون بر افغانستان چی کردند؟ حمله کردند. موضوع سمت، لسان، نژاد، عقیده، هر چیز کوشش کردند که در میان مردم ما مطرح بکنند تا اینکه از این لحاظ بتونند که اونها اینجا جای پای پیدا بکنند و مردم ما را علیه یکدیگر درگیر بکنند، ضعیف بکنند، اونها خودشان به اهدافشان چی بکنند؟ برسند. پس ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک افغان متعهد وفادار و صادق به وطن، این موضوع را باید در ذهن خود جای بدیم که ما مسلمان هستیم و همه اتباع این کشور هستیم و به این متعهد باشیم که در راه دفاع از این وطن، از این سرزمین اسلامی من از هیچ نوع قربانی دریغ نمیکنیم و همه ما یک مشت واحد هستیم، یک کیستیم، یک پارچه هستیم. سمت و سو، زبان، لسان، نژاد، هیچ چیز اینجا مطرح نیست و موضوعی هم نیست که سری از او هیچگاه بحث شود و هیچ عسکری ما باید در ذهنش ایره جای نده که من یک تاجیک هستم، من یک پشتون هستم، من یک ازبک هستم، بلکه در ذهن یک عسکری ما به همین عقیده، به همین مورال و به همین فکر تربیت شود. عسکری ما که من یک مسلمان هستم، من یک افغان هستم و این تعهد ما و وفاداری ما وقتی بر اسلام، بر افغانستان وقتی ثابت میکنم که بدونی در نظر گرفتن سمت و سو، زبان و چیزی دیگر ما آماده دفاع از این سرزمین اسلامی باشم. ولله الحمد والمنه. جای بسیار افتخار است که عساکر اردوی اسلامی ما، عساکر قواتهای مسلح ما در 20 سال جهاد علیه اشغال ایره ثابت ساختند که اینها وفادار و متعهد به دین مبین اسلام و بر افغانستان هستند و اینا حالا هم به خاطر حفاظت از این نظام اسلامی که با قربانی های بی‌دریغی به دست آمده متعهد و وفادار هستند و گاهی در این مدت 4 سال بیشتر حکومت امارت اسلامی ایره هم ثابت ساختند که در برابر کسی که بخواهد که استقلال ما را زیر سوال ببرد، آزادی ما را زیر سوال ببرد، چه قسم ایستادگی میکنند. به امید سربلندی و سرفرازی، ترقی و تعالی افغانستان، به امید دوام استقلال و آزادی به دست آمده.